سلام، من شیدا هستم. به کانال یوتیوبی من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد تایپ های پوستی با هم دیگه صحبت بکنیم. چیزی که قبل از این که من اون رو به صورت کامل بشناسم، هر چقدرم که ادعا داشته باشم که دارم از پوستم محافظت میکنم، ادعای درستی نمیتونه باشه. اول از همه رو بهتون بگم که من طبق آخرین رفرنس دنیا دارم تایپ پوستی رو بهتون میگم، چون قبلا ما 4 مدل تایپ پوستی داشتیم و پوست حساس رو تحت عنوان یک عارضه میشناختن، اما الان به عنوان یک تایپ پوستی شناخته شده، چون خیلی از افراد به صورت مادرزادی با این مدل پوست به دنیا میان. حالا بریم ما شروع کنیم. اول از همه در مورد پوست خشک با هم دیگه صحبت بکنیم. این پوست ها غدد چربی پوستشون که از این به بعد بهشون میگیم غدد 3x3 غدد کمکاری هستش و از لحاظ تعدادی هم توی خیلی از موارد نوشته شده که تعدادشون نسبت به افرادی که پوست نرمال دارن کمتره. این غدد در اصل وظیفه تولید چربی رو دارن و توی هر کدوم از این فولیکول های مو این غدد قرار گرفتن. اگر شما پوست خشکی داشته باشین، این غددتون فعالیت عادی رو انجام نمیدن و غدد کمکاری محسوب میشن. برای همینم هستش که این افراد به خصوص وقتی که از حموم میان مدام میگن که یه کرم بدم بزنم به صورتم، پوستم داره کشیده میشه. همش این احساسات رو دارن که پوستشون تحت فشاره. اما این مدل پوست رو نباید با پوست دهیدراته اشتباه بگیریم. پوست دهیدراته پوست بی‌آبه و یه عارضه پوستیه. فرقی نمی‌کنه شما پوست خشکی داشته باشید، پوست چرب داشته باشین، مختلط باشه یا هر چیزی، ممکنه پوست شما توی یه بازه زمانی به خاطر مراقبت غلط دچار دهیدراتگی بشه. دهیدراتگی در اصل از دست دادن آب هستش و هیچ ربطی به موضوع چربی نداره. پس اگه شما پوست نرمالی داشته باشین یا پوست چرب، باز هم ممکنه دچار دهیدراتگی بشین. اما این پوست دهیدراته چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سد دفاعی پوست آسیب میبینه. حالا ساده ترین نوعش میتونه از نزدن ضد آفتاب باشه که اشعه یووی ورود میکنه و سد دفاعی پوست رو بهش آسیب میزنه، یا استفاده بیش از حد از لایه بردارها، اسکراب زدنهای بیش از حد و در کل اگر که شما مراقبت درستی نداشته باشید، این یکی از عارضه های شایع پوستیه که ممکنه براتون اتفاق بیفته. تایپ دوم پوستی میشه پوست‌های چرب. این افراد برعکس پوست‌های خشک غدد 3x3شون خیلی شیطون و پر جنب و جوشه و چربی بیشتری تولید میکنن. برای همینم هستش که پوستشون یه ظاهر براق و چرب داره، احساس سنگینی دارن، مدام دلشون میخواد با یه شوینده خیلی درست حسابی صورتشون رو بشورن که احساس خشکی بهشون بده. وقتی که پوستشون احساس خشکی و کشیدگی میکنه، اینا برعکس فکر میکنن که الان پوستشون تمیز شده، در حالی که حالا بعدم بهتون میگم که این هم نمیتونه کاملا صحیح باشه، چون میتونه برعکس این غدد رو تحریک بکنه که چربی بیشتری تولید بکنه. اما یکی دیگه از تایپ‌های پوستی که خیلی شایع شده توی این روزا، پوست‌های مختلطه. این افراد 2 حالت پوستی رو همزمان دارن تجربه میکنن. همین که توی تیزونشون که ناحیه پیشونی و بینیشون میشه احساس چربی میکنن، این قسمت ها احساس خشکی. البته اینم بگم که برعکسش هم میتونه وجود داشته باشه. هر دوی اینها پوست‌های مختلط شناخته میشه. اما برسیم به پوست حساس. این افراد خیلی هاشون به صورت مادرزادی دچار همین پوست هستن که معمولا دیدین یه سری افراد گونه های گل انداخته‌ای دارن، گونه هاشون، بینیشون این تیکه معمولا قرمزی بیشتری داره. این افراد اگه مراقبت خوبی داشته باشن از همون دوران کودکی، به همین شکل باقی میمونه. در غیر این صورت دهیدراتگی بهش اضافه میشه، سد دفاعی آسیب میبینه، فرد دچار بیماری روزاسه میشه که صورتشون گر گرفتگی‌های شدید داره. اگر باز همینجا به داد پوستشون برسن، متوقف میشه. در غیر این صورت این بیماری پیشرونده است و اونقدر پیشروی میکنه که ممکنه
تبدیل بشه به بیماری رینوفیما که حتی نیاز به جراحی داره برای بهبودش. پس خیلی مهمه که اگر کسی رو دیدین که پوست حساسی داره، حتما بهش بگین که باید مراقبت رو شروع بکنه، حتی اگه سنش کم هستش. و در نهایت میرسیم به تایپ پوستی آخرمون که بهترین تایپ پوستیه. انگار که خدا به اینا یه جور دیگه نگاه کرده. پوستشون پوست نرماله، غدد چربیشون به اندازه کار میکنه، نه چین و چروک زیادی دارن، نه پوستشون چربی زیادی داره، همه چیز نرمال و کنترل شده. این افراد پوست نرمالی دارن، تعدادشون توی دنیا خیلی زیاد نیستش، اما اینو باید بدونن که اگر که این افراد هم مراقبت خوبی نداشته باشن، پوستشون میتونه از این حالت به پوستهای خشک تبدیل بشه و آسیب‌های دیگه‌ای رو توی ادامه داستان براشون داشته باشه. مرسی از اینکه توی این ویدیو همراه من بودین. حتما توی کانال یوتیوبی من سابسکرایب بکنین و این ویدیو رو برای کسایی که بهش احتیاج دارن بفرستین. کلی دوستتون دارم.